یک کنانی ضربه میزنه و گل برای پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه. حالا حسین کنانی زادگان دوباره به عنوان پنالتی زن قهار پرسپولیسیا به میدون برمیگرده. نگاه کنید چه خبره تو جایگاه پرسپولیسیا. اینجا نگاه کنید دخترای پرسپولیسی چه کار میکنن، چه هیاهویی در ورزشگاه به پا شده. کنانی کجا داره میاد؟ داره میاد به سمت نیمکت. یزده خودش رو هم دوباره به پا میکنه اینجا و این توپ که میبینید دیگه، البته خب کاش یه پلاستیک بزرگتر میخریدن درست میکردن برای این توپی که حالا مثل به رسم فوتبال ایتالیا فروخته خواهد شد به قصد امور خیریه. حسینی اینجا هم رفت، اینجا هم حتی زودتر حرکت کرده چون گل شد دیگه تمام کار.